نجات انسان، دعا عزت و برکت و سعادت انسان در دنیا و در قیامت است. نجات و عزت و برکت و سعادت مسلمان دعایش هم در دنیا و هم در آخرت است. و دعای مؤمن و مسلمان برایش در این دنیا خاطر جمعی و قناعتمندی و راضیگی و خوشنودی و خوشحالی در قلبش جنت است. یک جنتی رو پروردگار در قلبش جای میکند، قناعتمند، راضی، الحمدلله زندگی میکند. قصرهایی در جنت برایش است. حالا بعضی میگن دعا کردم دعایم مستجاب نشد. دعایم مستجاب نه، دعا مستجاب میشود. هیچ ممکن نیست دعا مستجاب نشود. لیکن سه حالت دارد دعا، اجابت دعا. یک حالتش این است که در حال قبول میشود. یک حالتش میشود که ممکن 10 سال بعد قبول شود، 1 سال بعد قبول شود، 2 سال بعد قبول شود. چرا؟ به خاطر که اگر این دعایت شاید فعلا اگر قبول شود به ضررت باشد، برای همین دیرتر قبولت میکند. دعایت رو دیرتر قبول میکند. یک حالتش که در حال قبول میکند پروردگار میدهد، حالت دیگرش که دیرتر قبول میکند، 5 سال 10 سال ممکن 1 سال یا که زیاد یا کم، هر چی که رو پروردگار بخواهد. پروردگار برای چی در حال نمیدهد؟ حالا خود میگوید دعا رو قبول میکنم بعد در حال نمیدهد، به خاطری که پروردگار با حکمتش میداند که تو رو چی فایده میکند، کی فایده میکند، کی ضرر میکند. یک مثال عادی، خانه دارید برای فروشی یا اشیاء دارید برای فروشی، نیاز به اون شد و ضرورت به اون شد و خواستید بفروشید، لیکن هیچ کس نمیخردش، هیچ کس نخریدش، مون. بعد 1 سال پس 10 سال پس بینید 10 برابر این ضرورت پیش اومد، بعد فروختنی شدید، ولی میبینید که نرخ اون 10 برابر زیاد شدگی هست، میفروشید، هم کمبودی اصلاح میشود، هم یعنی خاطر جمع میشوید، هم ضروریات برطرف میشود و هم برای یک برکت و یک آسودگی و یک لقمه حلال پاک برای زندگیت باز برای چند برابر زیاد میماند. عیناً همین دعا همین است. یا اینکه برای فردا روز قیامت میماند، پروردگار در اونجا قبول میکند و بعد میگه بندگان، پروردگار به بندگانش میگه بندم تو در زندگی این دعا این دعا این دعا این دعا این دعا این دعا این همه رو کردی، در دنیا دادم نه. حالا ببین این قصرهای در جنین، باغ و بستان جنت رو ببین، این همه است در عوض چی؟ در عوض دعایت. مهم اساس مؤمن باید شکاک نباشد. مهم اساس باید که مؤمن یعنی با ایمان کامل و یقین و عمیق و دقیق باور داشته باشد که حتمی پروردگار دعای من رو قبول میکند. هیچ ممکن نیست قبول نکند. پروردگار قبول میکند. قبول میکند در حال، قبول میکند چند سال بعد، قبول میکند در آخرت که سبب نجاتت. حتی بنده مؤمن مسلمان میگه پروردگارو ای کاش همه دعاهایم به این روز میگذاشتی که در این جا میدیدم، در این جا میگرفتم، در اون حیات موقتی که یک چند سالی زود میگذرد، در اون نیو در این جا همه دعاهایم رو ذخیره میکردی برای امروزم، برای امروزی سختیم.